واقعا مالی کس حتی مال خودتان حساب کتاب دارد روز قیامت. این دنیا همین خیلی جا هست که حلالش هم حساب کتاب دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که همراهی حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهما سیر شدن، هر سهشون هم گرسنه بودن، از گرسنگی به کوچه برآمده بودن. به خانه یک انصاری رفتن که گفت که قسم به نام الله تعالی در روی دنیا از من دیده شخصی نیست که مهمان عادل قدرترین را دارا باشد. در خانش پیغمبری الله، سیدی پیغمبرها، بلکه سیدی فرزندان آدم، بلکه سیدی خلق، بهترین مخلوق در خانه همین صحابه و اینچنین بهترین آدم ها بعد پیغمبرها حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنهما در خانش مهمان. بهترین مهمان امروز من دارم و از من دیده دیگه آدمی نیست که صاحب مهمان عالی داشته باشد. گفت کار دقیق پیدو به سوی مالخانه شتاب کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایاک و الحلوب، از حیوان هایی که شیر میدهد، یعنی مادینه هایی که فرزند دارد، از اونها خودت احتیاط کن، یعنی اونها رو نکش. با بعد میدونست که پیامبر صلی الله علیه و سلم گوسفند رو دوست می‌داشت. یک گوسفند کشته پخته آورد، اینا خوردن، سیر شدن. بعد وقتی که بر اومدن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که از خانه هاتون الله تعالی شما رو گرسنه برآورد، در حالت گرسنه بودگیتون بر نگشتید مگر هم سیر، یعنی در حالت سیری با برگرداند، روز قیامت پرسیده میشید. یعنی که از حلال و پاک روز قیامت حساب و کتاب است که به کجا صرف کردی قوتش را، خوردی قوت گرفتی به کجا صرف کردی. حلالش حساب و کتاب دارد، حرامش جزا دارد، هم در این دنیا هم در آخرت. خاصتا حق مسجد، حق عمومی مسلمان ها هست، حق اسلام هست. اونجا حق یک آدم نیست، حق یک یتیم نیست، حق یک کمبغل نیست. اونجا حق الله هست، حق مسجد هست، حق مسلمان ها هست، حق عموم هست. این گناهش وزنین‌تر است. بعد آخر خوب پول گرفتید، پول مسجد ندادید، و چی فایده؟ برای شما هم نصیب نمیکند بیکار. 2 برابر 10 برابر شده میبرد از مالاتون. امروز نبرد فردا میبرد، چی فایده؟ هم گناه میگیرید، هم به عذاب گرفتار میشوید، هم همون پول برای شما نصیب نمیکند، چی فایده؟ هم با از پول خودتون هم میبرد بر عوض این کارتون. بنابراین هیچگاه مال کسی از آن خود نکنید، خاصتا حق مسجد که الله تعالی دفاع میکنه. مال، ملک، جان همش در دست الله تعالی هست. بیفایده این کاراتون، بلکه ضرر دارد. بنابراین برادرها، خاصتا حق مسجده، هیچگاه این کارو نکنید.